میمار. این چه وقت سر کار اومدن نزدیک ظهره؟ میبخشید دیر شد، خونه نجف بودم. وایسته الان میام، کارت داره. این کیه؟ پسرته؟ نه پسر نجف هست. از نجف چه خبر؟ حالش چطوره؟ والا میمار روزگار خوشی نداره. خوش شکسته توی گشت خونه افتاده. امروز نمیخواد کار کنه. مزدت میدم. این پول میدم ببر براش. خدا خیرت بده میمار. برای رفتن عجله نیست. حالا غروب رفتیم میبریم بهش میدم. بنده خدا نجف حال روزی نداره. 5 تا بچه داره. خانومش به رحمت خدا پارسال رفتن. اگه میشه این بچهش سرجش بیا کار کنه. تا حال کارگری کردی؟ کارگری کرده نه زیاد. بیشتر خواهر برادرش نگهداری کردن. چی کار بلده بکنه؟ پسر با جوهریه. یه سرس کار کنه یاد میگیره. مگر خودش زبون نداره تو بذار صحبت میکنه. پرسیدم چه کار بلده پسر؟ نکنه لاله. گفتم چه کار بلده؟ من سخت نگیر آجر فرغون کردن شما کل کردن بلدی نمیخواد. بلدی نمیخواد ولی قوت میخواد. این حیوانشی زون نداره. یه درست کار کنه یاد میگیره. اسمت چیه؟ رحمت. خیلی خوب. 2-3 روز آزمایشی کار کنی ببینیم چی میشه. پیش خودت کار کنی. دست درد نخوره میمار.